آموزش آخرین محصول شرکت گرد یعنی سیستم ورتکس وینو رو داریم. دکمه برای روشن و خاموش کردنه که شما میتونید از این قسمت دستگاهتون رو روشن و خاموش کنید. همینطور با تک فشار دادن این دکمه شما میتونید حالت متای جستجوتون رو عوض کنید، متال خودمون استاندارد برای حالت عمومی و یوز کوینز برای فقط سکه زنیه، کاستوم برای شخصی سازی، حالت ساحلی و فقط سکه های با ارزش و حالت سریع. از این قسمت که میایم بیرون شما میتونید وارد ستینگ بشید. تنظیمات حساسیت از این قسمت دارید که من آوردمش پایین که سر صدای اضافی نداشته باشه. قسمت تنظیمات صدا رو دارید که میتونید صدای دستگاه رو کم و زیاد کنید. صدای آهن رو دارید که میتونید صدای آهن رو کم و زیاد کنید و حتی قطع کنید. حالت تنظیمات فرکانس، 7 حالت فرکانس میتونید تنظیم کنید. مولتی فرکانس برای بهترین تفکیک و مولتی سالت برای تفکیک روی محیط‌های آلوده میتونید استفاده کنید. حالت حذف نویزه وسایل الکتریکی اطراف رو دارید که میتونید شاخص رو برید بالا و حذف بیشتری از نویزهای محیطی داشته باشید. حالت تعداد سنس شماست که همزمان میتونید چند تا فلز رو سنس کنید. حالت نور صفحه شماست و حالت اتصال به هدفون وایرلس و تنظیمات لاک دکمه های کاربردیتون رو دارید و تعداد خروجی صداتون رو دارید که میتونید از این قسمت تنظیم کنید و حالت حذف و اضافه کردن فلز رو دارید که شما میتونید از این قسمت فلزاتی که مد نظرتونه رو با فشار دادن دکمه هولد حذف و اضافه کنید. و گزینه بعدی حذف فلزات کدای 0 تا 39 که شما میتونید صدای تون صداتون رو کم و زیاد کنید و فلزات مورب رو دارین. از این قسمت میتونید حساسیت به فلزات مورب رو زیادتر کنید و از این قسمت میتونید صدای فلزات آهنی رو کنترل کنید و این قسمت هم تبدیل صدای فلز آهنی به غیر آهنی مربوط به تنظیمات و